دنبال یک کشور دارای زیبایی‌های منحصر به فردی هستین یا اگر به چیزهای عجیب و غیر منتظره علاقه دارین، تایلند کشوری زیباست که گزینه خوبی برای تجربه حس‌های مختلف و عجیب غریبه. از چاپ عکس سلفی روی قهوه‌تون گرفته تا فستیوال آب و جاذبه‌های گردشگری زیبا و عجیب، اینها بخش کوچکی از شگفتی‌های این کشوره. جالبه که بدونید در این کشور تن فروشی خیلی عادیه و زنان این کشور از زیبایی‌های منحصر به فردی برخوردارن که تایلند رو تبدیل به بهشتی برای مردان کرده. قبل از هر چیزی نیازه تا در مورد این کشور بیشتر بدونید. پس ویدیو رو تا آخر ببین تا تو رو با این کشور رویایی بیشتر آشنا کنم. تایلند با نام رسمی پادشاهی تایلند کشوری است در شبه جزیره هند و چین واقع در جنوب شرقی آسیا. زبان این کشور تایلندیه و حدود 95% مردمش بودایی هستند. جالبه که بدونید نام تایلند در زبان مردم محلی به معنای سرزمین هوری هاست. از اونجایی که تایلند نزدیک دریاست، بیشتر وقتا دارای آب و هوای معتدله. شمال این کشور کوهستانیه و دارای جنگل‌های بسیاریه و نواحی مرکزی اون پوشیده از شالیزارهای سرسبز برنجه. همچنین در برخی نواحی باغ‌های میوه، درختان کائوچو و جنگل‌های همیشه سبز هم دیده میشه. علاوه بر اینها تایلند دارای جزایر بسیاریه که هر کدوم تصویری از بهشت رو برای گردشگران به نمایش میذارن. اما بهترین فصل برای مسافرت و گردشگری به این کشور بین ماه‌های نوامبر تا فوریه در فصل سرماست که هوا معمولاً در این تایم نسبتاً عالی و مطبوعه. جالبه که بدونید تایلند دارای یک تاریخ 5000 ساله است که شهرهای لانا، فایاو و شهر معروف ساخوتای از تاریخی ترین شهرهای این کشوره. پایتخت تایلند شهر بانکوکه و جمعیت این کشور حدود 69 میلیون و 770 هزار نفره. از جاذبه‌های زیبا و معروف تایلند کاخ بزرگ بانکوکه که در سفر به این کشور حتما باید در لیست بازدیدتون قرار بگیره. این کاخ سالهای سال اقامتگاه سلطنتی پادشاهان تایلند بوده و معبد بودای زمردین درون این کاخ قرار داره. این کاخ بزرگ که قدمتش به قرن 18 میلادی برمیگرده حدود 24 هکتار وسعت داره که دارای چندین حیاط و باغ‌های زیباست. جالبه که بدونید هنوز که هنوزه کاخ بزرگ بانکوک به طور سالانه میزبان مهمانی‌های سلطنتی. از دیگر جاذبه‌های مهم و جذاب این کشور وات آرون بانکوک، معبد وات فرای و مجسمه بودای بزرگ پاتایا، معبد وات فو، معبد وات چالون و همچنین دیگر معابد زیباست. همچنین جزایر سیمیلان، آبشار اروان، پارک ملی خاویای و تاملوته که اینها بخش بسیار کوچکی از جاذبه‌های این کشوره و جاذبه‌های این کشور تمومی نداره. جالبه که بدونید تایلند دارای رسم و رسومات جالبی هم هست. جشن آب در تایلند یکی از پرطرفدارترین مراسم‌های این کشوره. آب در فرهنگ مردم این کشور بسیار خوشیمنه. به همین دلیل در تاریخ 13 تا 15 آوریل تایلندی ها جشن آب برگزار میکنن. همچنین عجیب ترین مراسمات عروسی رو تایلندی ها دارن. در مراسم عروسی عروس به رودخانه‌ای میره و با پریدن توی آب پاک و زلال میشه. با این کار عروس وفاداری خودش رو به همسرش ثابت میکنه، چون همونطور که قبلا گفتم مردم این کشور آب رو بسیار مقدس و مظهر پاکی و تراوت میدونن. به علاوه اینها مردم تایلند به هنر علاقه زیادی دارن و از هنرمندان به شدت حمایت میکنن. جالبه که بدونید تایلند شهرت بسیار بدی از نظر فساد اخلاقی در جهان داره. تنفروشی یا روسپیگری در تایلند یک شغل کاملا قانونی محسوب میشه و جالبتر این که برای این کار باید مالیات هم پرداخت بشه. دقیقاً مثل یک شغل عادی.
در حال حاضر حدود 200,000 روسپی در تایلند مشغول کارند. متاسفانه به دلیل قانونی بودن فساد در تایلند، کودکان و دختران زیادی را از کشورهای خارجی به سرقت میبرند و در تایلند به فروش میرسونند. و جالبه که بدونید اولین مورد از بیماری ایدز یا ویروس HIV در سال 1984 در تایلند گزارش شد و در حال حاضر تایلند دارای بیشترین میزان شیوع این بیماری در قاره آسیا است. اما در عین حال باید بدونید که همه جای تایلند به این شکل نیست و تنها محدود به اماکن خاصی در تایلنده. از دیگر عجایب تایلند بزرگترین مزرعه کروکودیل در جهانه. طولانی ترین پل معلق و بلندترین هتل جهان هم فقط در این کشور وجود داره. از غذاهای معروف تایلندی که در سفر به این کشور حتما باید امتحان کنین، تامیانگونگ، پوتای، یام نوا و مرغ سبز کاریه. به علاوه تنوع غذایی، گردشگری و فرهنگی، اقتصاد تایلند بر پایه گردشگری، کشاورزی، تولیدات الکترونیکی و خدمات مالیه. همچنین تایلند بزرگترین تولید کننده فلز قلب در جهانه. در پایان باید بدونید که چند سالی است که این کشور به یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری آسیا تبدیل شده که از جمله دلایل اصلی این میزان از محبوبیت آب و هوای عالی، سواحل زیبا و زنان زیبا و جذاب. اگر به این کشور زیبا سفر کردین، حتما از تجربتون توی کامنت ها بهم بگید. همچنین یک کشور وجود داره که دارای زنان بسیار زیبا و سفیدپوست و دارای خوشمزه ترین غذاهای جهانی. همچنین این کشور دارای فرهنگ غنی و مردمانی تحصیل کرده است. این کشور ایتالیا است. اگر میخوای با ایتالیا و شگفتیاش آشنا بشی، لینکش رو برات میذارم. روش کلیک کن و حتما برو ببینش. مطمئنم که خوشت میاد. لایک و سابسکرایب هم یادت نره و تا ویدیوی جذاب دیگه بدرود.